پورعلی گنجی، آقای بوریا غفور و احسان خایصفی از دل لیگ ما شاخصه های تیم ملی ما بود. یعنی واقعیت قضیه مقایسه کنید این سه تا واقعا جزو شاخصه های ما بودن. جوانایی که هم خیلی خوب، همه خوب بودن، همه زحمت کشیدن. از سردار آزمون با خودم 2 تا اردو بردمش جلو 2 تا تیم روسی گذاشتمش. تو 15 سالگی بازی کرده. در 15 تا بازیکنایی که تو لیگ بازی میکنن بازیکنای جوونی بودن که من در کنار سپاهان، نمیدونم مثل کرمان، تراکتور سازی، استقلال، اینا رو من آوردم. یکیش هم سردار آزمون. آقا زنگ بزنی ازش بپرسید. تو 15 سالگی من ایشونو بردم 2 تا اردو، 2 تا اردو پشت سرم. 1 سال کنار سپاهان تمرینش دادم. 2 تا 3 تا بازی جلوی تیم‌های روسی گذاشتم تو ترکیه بازی کرد. چرا لیگ ما بنده تمام سیستم‌های فوتبال رو دگرگون کردم. همین آقای مولینیریو اگه بازی رو میدیدن میرفتن پی زندگیشون. جان به نظر میرسید بازیکن‌ها خیلی روونتر و راحت‌تر از قبل بازی کردن. تشکر میکنم. بنده از چوب لباسی هم بازیکن میسازم. همین مسی رو میبینین؟ اینو من از تو جوبای ریو جانیرو جمع کردم شد این.